هزارهای ما در جامعه اهل سنت به چه دلیل محروم واقع شده، به چه دلیل مورد بی‌مهری ها واقع شده و در حقش جفا شده، جفای تاریخی، جفای اجتماعی، فقط به خاطر ایل و تبارش بوده و الا خب اینا هم سنی هستن، چرا با دیگر سنی ها متفاوت هست در شهادت دادن ها، در تحمل جهات و سختی ها، دیگر سنگرها را اینا نگهداری میکنه، اما در وقت موقع امتیاز و اینها امتیاز نمیرسه، فقط بس بحث ایل و تبارشون هست و الا از نظر مذهب خب تفاوت وجود نداره. حالا هم انشاءالله تعالی با این مسئله، یعنی با حمایت از ایشان، یعنی می کتله بزرگ مناطق مرکزی توسعه پیدا میکنه و وصل میشه به کتله ای که ما در سراسر بدخشان و قندوز و تخار و پنجشیر و بغلان و این جاها داریم و انشاءالله تعالی خوشبینی ایجاد میشه، معرفت و شناخت ما بیشتر میشه، در پارلمان کارایشان بیشتر میشه و هم هزارهای اهل سنت ما مطمئن میشه که بله ما حامی هایی از مناطق مرکزی داریم، مناطق مرکزی مطمئن میشه که ما حامی هایی از غیر مناطق مرکزی خود داریم. یعنی با این حرکت جغرافیا هم توسعه پیدا میکنه و اجتماع ما هم وفاقش بیشتر میشه و همبستگی ما هم